پمپ سیرکولاتور یا پمپ آب پکیج چیه؟ پمپ سیرکولاتور همونطور که از اسمش پیداست وظیفه تامین گردش آب دستگاه رو به عهده داره. پمپ‌های گرانپوست، ویلو، آیارجی یا برندهای مختلفی که الان توی بازار هستن با حالا اسمای مختلف روی دستگاه‌ها نصبن. پمپ‌های کلید سلکتور دارن 3 حالت مختلف که همونطور که می‌بینید یه جدول دارن که نشون داده هر کدوم از حالت‌های کلید که اینجا می‌بینید چه توان خروجی به ما میده. پمپ از 2 قسمت استاتور که وظیفه تامین میدان مغناطیسی و روتور که وظیفه گردش و تامین اون گردش رو به عهده داره تشکیل شدن. در روی پمپو که برمی‌دارید خازن راه انداز رو می‌بینید و قسمت‌هایی که برای اتصال فاز، نل و اتصال زمین طراحی شده. برق پمپ 220 و میتونید با سیم مستقیم تست بگیریدش.